دهه ذوالحجه روزهایی هستند که در این روز اکثر مؤمن و مسلمان عملهای صالح زیاد دارد و بعد از ماه رمضان این 10 روز در درگاه خداوند بسیار اجر و ثواب و فضیلت زیاد و بالا دارد. به همین خاطر ما و شما باید حرکت کنیم که از این روزها استفاده ببریم. در سوره فجر خداوند می‌فرماید که استعیذ بالله والفجر ولیال عشر. رب العالمین می‌فرماید قسم به سپیددم صبح و قسم به شب‌های 10گانه. البته مفسرها گفتن در این آیت خداوند منظور از دمیدن صبح روز عید قربان در نظر دارد، چون که اون روز یعنی شاید که 5 میلیون یا 6 میلیون مؤمن و مسلمان احرام بستگی در کنار خانه کعبه طواف میکنند، اون روز در درگاه خدا بسیار اجر و ثوابی بزرگ دارد. و دویمش خداوند گفت قسم به شب‌های 10گانه. شب‌های 10گانه را ابن عباس و امام مجاهد و دیگر از مفسرین که اصحاب بزرگوار پیغمبر هستند گفتن این شب‌های 10گانه شب‌های 10 ذوالحجه هستند. این شب‌ها در درگاه خداوند به چنان اجر و فضیلت و ثواب زیادی داشتند که خداوند به اینها یعنی قسم یاد کرده است. قسم به شب‌های 10گانه. در این روزها انسان حرکت داشته باشه که عملهای صالح یعنی کارهای ثواب زیاد کنند. البته بزرگان دین می‌فرمایند که چی نوعی که در این روز ثواب و فضیلت عمل زیاد می‌شود، این چنین گناه هم یعنی نوشتنش عملی بدن گناهش زیاد میشه. چی نوعی که در این روزها ثواب زیادتی داره، عملی بدن گناهش زیادتی داره. به همین خاطر انسان حرکت کنه که در این روزها حدی اقل عملی گناه و بدن انجام ندهد که گناهش خیلی یعنی زیادتر نوشته می شود. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در باب فضیلت عشره ذوالحجه فرمودند که ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. گفتن هیچ یگان روزهای نیست که در نزد خداوند دوست داشته تر باشند از این روزی 10 ذوالحجه دیدن. یعنی غیر از ماه رمضان دیگر یگان روزی نیست که عمل در اون روز در نظر خداوند محبوب تر و دوست داشته تر از این روزهای 10 ذوالحجه باشند. شخصیتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدند قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا الجهاد فی سبیل الله. تا یا رسول الله آیا جهاد راه خدا هم فضیلت و درجهش برابر عملهای این روز نیست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که ولا الجهاد فی سبیل الله. گفتن حتی جهاد راه خدا هم ثوابش درجهش برابر عملهای این روزها نیست. عملهایی که در این 10 روز ذوالحجه کرده میشه حتی یعنی که ثواب جهاد هم برابر این نیست، مگر یک گروه مجاهده پیغمبر بزرگوار در اینجا یعنی استثناء جدا کردن. تن الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشیء. تن مگر اون نوع مجاهده که با مالش و با جانش و با تمامی هستیش در راه خدا میبراید و باز نمیگرده، یعنی در راه خدا کشته میشه و شهید میشه. این نوع مجاهد البته درجهش از این انسانهایی که در این روزها عمل میکنن بالاتر هستند. یعنی که برادران عزیز بزرگوار در این 10 روز ذوالحجه در این 10 روز 10 ذوالحجه عمل کردن عملهاش در نزد خداوند خیلی محبوب و دوستدار بودن. ما و شما حرکت داشته باشیم که در این روزها یعنی که عملهای صالح داشته باشیم. حضرت ابولیث سمرقندی در کتاب تنبیه الغافلینش از حضرت ابی دردا یک روایت خیلی عجیب آورده است که این روایت هم درباره فضیلت این 10 ذوالحجه است. حضرت می‌فرمایند که وروی عن ابی دردا رضی الله تعالی عنه انه قال، روایت کردن از حضرت ابی دردا رضی الله تعالی عنه که گفتن حضرت که علیکم بصوم ایام العشر. حضرت ابی دردا گفتن که برای خودتون در این 10 ذوالحجه روزه گرفتن ضرور بدانه، یعنی حرکت کنه که در این روزها روزه بگیره، چون که روزه خودش یک نوع عبادت است. اگرچه یعنی در دیگر روایت ها روزه گرفتن این 10 روز نآمده باشه، اما این قول ابی دردا هست، این قول جناب پیغمبر نیست. حضرت ابی دردا گفتن که برای خودتون ضرور بدانه که در این 10 ذوالحجه اگر توانسته روزه بگیره و اکثار دعا
در این دهه ذوالحجه دعای زیاد داشته باشه، چون که این روزها روزهای اجابت دعا هستند. یعنی اکثر مشکلی داری، کمبودی در حیاتت آمده است، یا اینکه در حق دینداری، در حق اهل و بیت، در حق یعنی ملت و در حق وطن، باید که در این روزها دعا داشته باشه. این روزها روزهای اجابت دعا هستند. حضرت گفتن در این روز، در این دهه ذوالحجه، یعنی شما زیاد دعا داشته باشه و الاستغفار، و زیادتر در این روزها کلمه استغفار گفتار داشته باشه، یعنی استغفرالله. در این روزها روزهای بخشش گناه هستند. حرکت کنه که در این روزها کلمه استغفار زیاد در گفتار داشته باشه. و صدقه فیها، در این روزها با حرکت کنه که صدقه زیاد کنه، سخاوتمندی زیاد کنه، همت بلندی و بغیرتی زیاد داشته باشه، چون که این عملهایی هستند که در این روزها فضیلت و ثوابشون زیاد است. فإني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الويل لمن حرم خير أيام العشر. حضرت گفتن زیرا اینکه من شنیدم که پیغمبر شما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گفتن که وای برای شخصیت، وای به حال شخصیتی که از خوبی های دهه ذوالحجه چه بی نصیب میگردانه، محروم میگردانه. یعنی وای، کلمه ویل یک وادی هست، یک پستی هست در جهنم و دوزخ. از ابی دردا گفتن که من از جناب پیغمبر شنیدم که جناب پیغمبر میگفتن که همون ویل برای شخصیت بود که از ثواب و خوبی هایی که در دهه ذوالحجه است چه محروم و بی نصیب میگردانه. یعنی که حضرت تحقیق کردن برای استفاده بردن. ببینه برادر عزیز، حضرت ابی دردا چی عملها را برای ما فرمیدن؟ ما باید در این 10 روز دهه ذوالحجه چی کار زیاد داشته باشیم؟ یکمش حضرت گفتن که اگر توانسته روزه بگیره، اگر توانسته روزه بگیره. دومش حرکت کنه که در این روزها دعای زیاد داشته باشه، چون که در این روزها روزهای اجابت دعا هستند. در این روزها خداوند دعای شما را قبول میکنه. سومش حضرت گفتن که در این روزها شما طلب مغفرت، یعنی کلمه استغفرالله را، استغفار را زیاد استفاده ببرید که هر کدوم اینها فضیلت و فایده های زیاد دارند. فرصت نمیشه برای همه اونها را بیان کردن. و در این روزها حرکت کنه که سخاوتمندی، یعنی صدقه زیاد داشته باشه. حضرت گفتن در آخر روایت حضرت میفرمایند که علیکم بصوم تاسع خاصه، تن برای خودتون روز 9 روزگی که روز عرفات است، روز 9 روزگی را روزه گرفتنش ضرور بدانه، حرکت کنه که روز 9 روزگی را حتما روزه بگیره. فإن فيه من الخيرات اکثر من ان يحصيها العادون. حضرت گفتن زیرا اینکه روز عرفات، روزه که روز 9 روزگی است، یعنی یک روز پیش از عید قربان، گفتن بچنان ثوابی زیاد، ثوابی بزرگ داره که حساب کننده ها عاجز هستند، حساب ثوابی او را به جا آوردن نمیتوانند. یعنی چقدر ثواب زیاد داره. حضرت گفتن حرکت کنه، اگر توانستی 10 روزه بگی، اگر نتوانستی حرکت کن که چیکار داشته باش، حتما روز عرفات، یعنی روز یک روز پیش از روز عید، ولی انشاءالله هفته آیان معین میشه عید کدام روز میشه، یک روز پیش از روز عید حرکت کن که چیکار کن. حضرت گفتن روزه بگیر، چون که ثواب روز عرفات حساب کننده ها حسابش به جا آوردن نمیتوانند، یعنی خیلی ثواب زیادی داره. و از ثواب روز عرفات که یک روز پیش از روز عید است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم را پرسیدند، سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم العرفه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از ثواب، یعنی از فایده روز عرفات روزه گرفتنش پرسیدند. حضرت جواب گفتن که یکفر السنه الماضیه والباقیه، تن روز عرفات کفارت میشه، یعنی پاکیزه میکنه گناههای 2 ساله انسان. یک سال گذشته و یک سال آینده، البته گناههای صغیره، گناههای میده انسان به سبب روزه گرفتن روز عرفات خداوند میبخشد است. برای گناه کبیره حتما توبه لازم است برادران عزیز. گناه کبیره را حتما انسان باید توبه کنه
بعد از اون خداوند انشاءالله که توبهش میبخشد. و گناه های صغیره را به سبب چی؟ به سبب روزه گرفتن این ماه خداوند 2 ساله، یعنی سالی گذشته و سال آینده، یعنی گناه انسان میبخشد.